بله با نون داغ چه شود، نون تازه از فر بیاد، سیب زمینی تنوری هم اضافه بشه، واقعا ترکیب خوشمزه. یه ناخونک بزنیم سیب زمینی هم همه توی تنور اینجوری خوشرنگ میشه. قیمت ساندویچ بله پرطرفدارشونم 50,000 تومنه. چه سیب زمینی های خوش رنگ و لعابی داره، همراه با این ترشی خوشمزه و ادویه‌ای که میاد روی این سیب زمینی. و چیزی که خیلی جذابش میکنه به نظر من کره آب شده است. کره هم اضافه میکنن و سس مخصوصشون، اینم خیلی خوش طعمش میکنه. امضای مستر بله شناسنامه اینجا بله بندریش به قیمت 55,000 تومان. بسیار پرفروشه چون هم با نون لواش داغ تازه میزنه. حجم بندریش خیلی نسبت به نون ساندویچایی که تو بازار بیشتره. یکی از آیتم های پرطرفدار اینجا استیک های تنوریشونه. مرغ میره تو تنور، قشنگ مغز پخت تنوری میشه. بله استیک مرغ به قیمت 100,000 تومان. 170 گرم مرغ داره، خیلی پرطرفدار اینجاست. یه ساندویچ رژیمی طوره. ژامبون تنوری واقعی یعنی این توی تنور تنوری شده باشه. بله ژامبون تنوری دیدید، من ندیدم ولی اینجا داره، با قارچ و پنیر چه شود، با نون داغ تازه. میره برای مواد. آقا دوغ لیوانیاش هم اینجا غافل نشید، لیوانی 15,000 تومان.